خب میفرمودی دربار مسئله معروف. آره دیگه میاد و میگه آقا یه 2 چوب بیاری، بعد میارن میشکن. آها میگه بشکنید، بعد بچه ها میشکن. بعد میگه که آره خب آره 2 چوب بیاری، 2 چوب میارن، میگه بشکنید میشکن. یه 3 تا بیاری میارن، خودم میشکن. 4 تا 5 تا 6 تا 10 تا هر چی میارن میگه بیارید، اینا میارن میشکنن. خلاصه آخرش میگه کسیشم 2 دقیقه نشکنید بابا نصیحتتون کنم کورچ میاد. آره دیگه همین انتظار یه چیز دیگر رو داشتم. همین چه انتظار یه چیز دیگه سورپرایز میکنی آدم. کورچ میاد میشکنی. آره خواستم بگم نکنید این کارو. ولی شما همین آدم باید پیرمردی داستان به خدا تو فکر کن مثلا 10 سال دیگه داستانای من دیگه سوپر پیرمردی میشه. و همین الان دیدی داستانا رو ادامه دار میگن پیرمرد پیرزنا. آره مامان میاد جوک میگه، جوکو میگه، خندش هم میگیره، مثلا خنده رو میگیره با جوکش، بعد ادامه میده. آره بعد گفتش که آره نمیدونم فلان، بعد اونا گفتن هی هر چی شده سوبر سگتر میشه. ول کن دیگه بیخیال شو. اوکیه ول دست بر نمیدارن. حالا این دفعه خود نگاه پیرمرد پیرزنا رو نگاه کن ببین چجوری داستان میگن جوک میگن. خواهد داره